آسایشا روژاوای کردستان اشکره کرد که هیزن آنتی ترور ین آسایشینه گریدای آسایشینه و که هات ناس کرن لگندوار درزوره اپراسیون اکساس کریه لگوری داخویانی آسایشه ده اپراسیون ده چکداره که گریدای حکومت سوریه هاتیه گرتن هر وها دستانی نسر هجمارک چک و تقمنی افجی دیمنین و اپراسیونینه لقامشلو گروپا که ایرشی ناوند انجمن سوریا دموکراتیک کر ایرش لطاقه کرنش یا قامشلو به بمبای که دستان بیکات او یکمین جاره که ایرشه که به وی آواهی ده چه سر سازیه که مزن یا ریوبری خسر لگوری زانیاریان کسین ایرش کرنه هین نهاتنه گرتن رویانه زیانین ایرش جی تنه مادی بونه اوفیسار آگاهاندنه یا مجلس سوریه دموکراتیک مسده داخویانی یک بلاف کرد و گوت او ایرشه که تروری بو لدجی ناوندوان یا لباجار قامشو پیکات هزین آسایش جی دست به لیکولی نکرن لگوری مسده آرمان جا کسین که ایرش کرنه تکدانا هلوستاوانه یا نشتمانی آژانس آنادولیا ترکیه دبیجه استخبارات وان برپرسک بلند یا پککه به نام امین سید احمد لباجار قامشلو کشتنه یکینه این پاراستنا جنه یپجیجی لروج اوای کردستانه ده دانزده و مهده داخویانی یک بلاف کرده راگهانده بو که ده انجام بمباران ترکیه ده لسر مالا برینداران لقامشلو دو سرکرده این یپجیجیان خوش دست دابون گوته بون هر دو بره ده شر داعش ده بریندار ببون یک جوان ناوه فاطمه ساکان بو یا دنجی امین سید احمد بو او ده شر داعش ده لکوبانی بریندار ببون و المالا برینداران دمان لی ایرو ترکیه اف نوچه بلاف کر بخواه وان هر دو شروانان دانزده مهه جیان خواه جدستا بون